Too much? Too much. Too much? Yeah. Chicken and Beautiful, yeah. خب برنامه کباب زنی داریم. سسایی که بهش میزنن کاملا متفاوته. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز 13 فروردینه و قراره که ما با دوستامون یه دوره همی کوچیک داشته باشیم. با من همراه باشیم. خدو تفاح مقشر باسمي مسجل ولا صدره يشبه طعم السفرجل. اینجا یکی از اصلی ترین خیابون‌های شهر مسقطه. این شهر با بافت زیبا و سنتی خودش هنوز جایی برای ساخت برج‌ها و ساختمان‌های بلند ایجاد نکرده. والشد الهبري بخصير وساق محجل لمن يمشي يسحب قلبي والشريان. توی مسیرمون مسجد سلطان قابوس رو میبینیم که بزرگترین مسجد کشور عمان هست. مواد لازم برای برگزاری مراسم 13 به در اول از همه خرید گوشت و مرغ هست. میریم یکی از معروفترین قصابی‌های مسقط تا خرید بکنیم. اینجا انواع گوشت حلال رو به هر صورتی که دوست داری برات آماده میکنن. قسمت هم انواع ادویه یا بهارات به زبان عربی به فروش میرسه که میتونی طبق ذائقه خودت اونها رو انتخاب بکنی و برای مرینت کردن گوشت از اونها استفاده بکنی. بچه ما اومدیم منچ بازی کنیم. یه توضیح بهتون میدم. منچ اینجا با منچ ایران کاملا فرق میکنه. البته قوانینش فرق میکنه. براتون توضیح میدم. خب بذار من براتون توضیح بدم گوگوریا. این قانونش اینه وقتی که 6 طرف میاد اینجا رو قفل میکنه. یعنی مهره بعدی که میاد اینجا نمیتونه اینو بزنه. این پشت قفل میشه تا این حرکت کنه. خب میتونه مسیر رو ببنده. مسیر رو میبنده تا همه پشت هم میاد. خب این از این. بعد اگر 2 تا رنگ مال خدا طرف باشه این نمیتونه اینو رد کنه بره. یعنی 1 2 3 این نمیتونه حرکت بکنه، این باید حرکت کنه. یا اگه فقط این 2 تا باشن 3 نه دیگه نمیتونه حرکت کنه. این از این. توی خونه هم همین، یعنی پشت سر هم که باشن نمیتونه بعد جامپ کنه بپره اون رو. Game start. 2 3 start. 1 بنام دارم. خب بس دیگه. 1 كله 1. خب الان نگاه کنید نرگس بسته، بهناز، من، مازن همه این پشتیم. الان این خانم اینجا رو وا نکنه همه تپ 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 هم دیگه رو میزنیم و ایشون برای خودش به راهش ادامه میده. خب بسیار عالی. منم این مسیر رو فعلا باز نمی کنم تا ببینیم نوبت که کیه؟ من. خب برو. خب برنامه کباب زنی داریم. خب عادل جان شما یه توضیح بده ببینیم اینجا کباباش با ایران چه فرقی میکنه؟ ببین ماهیتاً خب همش از گوشته ولی نوع پختش، نوع سسایی که بهش میزنن کاملا متفاوته. اول از همه که مهمترینش که تفاوتش با ایران اینه که اینجا سیخای چوبی داره. از اسکندر مقدونی نداره. ببین سیخ چوبیه توی سس هم میخوابونه. قالب سس هم به صورت مشترک مزهش تنده. خب
گوشت رو توش میخوابونن تو سیخ‌های چوبی، به خاطر همین روی شبکه فلزی باید بپزه، یعنی شما مستقیما نمیتونی بذاری روی قلیون. سایز چوباش هم کوچیکه، یعنی چیز در حدود مثلا خود گوشت 15 20 سانت بیشتر نیست. همین باعث میشه که خیلی ترد و لذیذ بشه. حالا به چند نوع دیگه، یعنی هم گوشت مرغ، هم ماهی مرکب حبار بهش میگن. آره. این کلیت ماجراست. نگاه کن ماهیتاً شبیه چنجه خودمونه ولی ترتر. آها. چون توی مواد میخوابه. آره ترده. بسیار عالی. انجام یه مهمون ویژه هم داریم، مستر مازن. Change in Iran. In Oman, they call it mashakik. Mashakik. How many mashakik do you have in Oman? Too much. Too much? Yeah. Chicken and... Beautiful, yeah. Chicken, habar, and meat. Oh, thank Very good. you. You need to try. Thank you. این هم از باشه با صفای دوستم که تمام گل‌ها و سبزی‌ها رو با دستای خودش کاشته. این 13 به در ما هم تموم شد که دور از همه عزیزانمون چند ساعتی رو با هم خوش گذروندیم. ممنون که همراه هم بودید و اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره.